فرهنگی بدون حمایت مالی ممکن نیست و به دست آوردن حمایت مالی خودش نیازمند نوعی تبلیغاته. به نظر میرسه نحوه معرفی حامی تو بیشتر موارد خیلی ضعیف اتفاق میفته. نهایتاً به گفتن اسم حامی و حوزه فعالیتش محدود میشه. اما ما اعتقاد داریم که باید تلاش کنیم محتوای تبلیغات رو همسو با رسالت کارهای فرهنگی تنظیم کنیم. مثلا رسالت پادکست A440 دعوت بازیگران صنعت ساختمان به همکاری، همراهی و همافزاییه. به همین خاطر از این قسمت به بعد تلاش میکنیم تا سازمان‌های حامی برنامه رو طوری تحلیل کنیم که زمینه‌های جدیدی برای تعامل با این سازمان‌ها فراهم بشه. حامیان اسپیناف اول A440 پایه‌سازی پاسارگاد و کمپانی TRS هستن که در طول این اپیزودها با قصه‌شون همراه میشیم. آقای حیدری عزیز سلام. خیلی خوشحالم که امروز میزبان شما هستم. این حضور شما به لطف و وساطت حسین کریمی بود. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو با هم داشته باشیم. در ابتدای صحبتتون خواهش میکنم کوتاه در مورد بیوگرافیتون بشنویم. مرسی. سلام به همه عزیزان. خوشحالم تو جمعتون هستم و ممنون از دعوتتون. ممنون از حسین عزیز. بعد سالها میبینمش، خوشحالم. و ببینید، من متولد 60 البته اوایلش، نزدیک به دهه قبلی. داستان رو شاید سالهای بعد بیشتر فهمیدم که یعنی چرایی یه سری اتفاقات رو در سن قبل از تصمیم گیری رشته یا انتخاب مسیر بعدها متوجه شدم که دلیل همه اونها شاید این بود. از یه 2-3 تا موضوع شخصیتی بود که شاید شناخت این کمکی بکنش. بعضیش هم متناقض با حتی شاید بحثای فیزیولوژی حتی. خب از همون 4-5 سالگی که یادمه دائم مشغول ساختن و کشیدن بودم به گونه‌ای به شکل همون سنها، یعنی در واقع در همون دورانی که 5-6 سالگی با یک سری چیزا مواجه بودم و دوران مدرسه متوجه شدم که درسه برای من یه جای دیگه است. اون کارهایی که میتونم فارغ از درس برای موضوع کشف و شناخت پیدا کنم مسائل دیگه ایه. خب تو این مسیر آدم شبیه این که از 4-5 ساله میپرسی نصفشون خلبان میخوام بشن. منم یه شاخه هایی داشتم و الان هم هنوز اون علاقه‌مندی ها هست. شاید مثلا توی 10-12 سالگی خیلی به نجوم علاقه‌مند شدم و بعد از مدرسه کامل در خیابون انقلاب مشغول کتاب خریدن و پیدا کردن این موضوعات بودم و فارغ از درس مطالعه کوچولویی داشتم. توی دوران راهنمایی این مسئله که این هنره برای من خیلی اهمیت داشت. حالا درس هایی که میتونستم کارهایی غیر از خوندن انجام بدم و عموماً یه اتفاقی که میافتاد اینه که سال بعد میفهمیدم درس سال قبل چی بود. یعنی همیشه یه سال عقب بودم نسبت به این موضوع. همین ادامه پیدا کرد تا کنکور همین اتفاق افتاد. شاید دلیلش این بود که بعدها متوجه شدم شاید دلیلش این بود که باید یه چیزی رو بفهمم که چرا، به چه دردم میخوره، بعد یادش بگیرم. و معمولا اون سرنخ‌ها و اون گره‌های قبلی رو باز می‌کردم. باز 2 تا گره میموند جلوتر که سال بعدش باز می‌شد. یادم از 12-13 سالگی که ما خب نسل ما یه ذره رویای کامپیوتر داشت. ما با یک تو مدرسه و آخرای دبستان با یه جعبه‌های کوچیک انقدی مواجه بودیم که زیرش فلاپی می‌خورد. خیلی دنیای عجیب و جذابی بود و همه غرق تو این فضا شده بودیم. توی اون سالها با 3D Max آشنا شدم. 3D استودیو نبود اون موقع، فکر میکنم اسم دیگه ای داشت. ورژن های اولش بود، اومده بود توی ایران. یه مجموعه ای که داشت تبلیغای تلویزیون رو میساخت
در واقع رفتم سر کلاس در حین تحصیل و یه چیزایی یاد گرفتم و احساس کردم شغل من این میتونه باشه و من خیلی علاقه‌مندم به این حوزه بعد از نجوم. شاید من تمام تابستان‌های در واقع اوقات فراغتم رو به ساختن، حالا با چوب کار کردم یا با کار با گل سفال ساختم، لعاب زدم، یه وقتایی رفتم سراغ مس یا متریال‌های دیگه و این کم کم به این رسید که خب زمان دبیرستان که چه چیزی میتونه همواره بتونه این ادامه پیدا کنه و من تو این حوزه کار بکنم. خب گرایش هنر خیلی چیزی بود که اونور داشت چشمک میزد که همه اون چیزایی که دوست داری میتونه اونور اتفاق بیفته، ولی یه تناقضی وجود داشت، این که به شدت ریاضی دوست داشتم. الان هم یه دونه از این کتابای کوچیک چیز هست فرمولای ریاضی رو داره، هر از گاهی بغلم باز میکنم یا نگاهی میکنم و احساس میکنم میتونستم اونم یه شغلی بود برام. اون چیز متناقضی که خدمتتون گفتم این بود که شاید همیشه در آن واحد 4-5 تا موضوع رو با هم پیش بردم. یعنی زمانی که نقاشی میکشیدم این برم داشتم یک لگویی بازی میکردم و مثلا ناهارم میخوردم و یه چیزی هم میدیدم. این ادامه پیدا کرد در سالهای آیندم، این اتفاق پیش رفت و احساس کردم که اون سالهای آخر که دنبال یک موضوعی هم که بتونه یک طعمی از همه اینها، چون یه ذرم شاید کمالگرا و زیاده خواه باشم، که از همه اینا توش باشه و شاید 2-3 سال قبل از کنکور متوجه این موضوع شدم و بعد فکر کردم که این مسیره. دور و برمون کسی نبود، اصلا با این حرفه آشنا نبودم. خب دسترسی به اینترنت و اینها که فراهم شده بود تقریبا، با این کارت هایی که میگرفتیم مثلا 2 ساعت میتونستیم تو اینترنت باشیم یا قطع میشد یا تمام میشد. یه سری زدم و فکر کردم که خب مسیرم مشخصه. بعد این خیلی تبدیل به حکم شد برام و خیلی محکم شد و بعد نمیدونم به چه دلیلی مشخصاً بعد در سال آخر برای من حکم شد که معماری و فقط هم یه دانشگاه. به همین دلیل اون 1 سالی که من هی زیر پا میگرفتم برای خودم و هی جا میموندم، سال اولی که چون درس نمیخوندم واقعیت، یعنی من فقط شب امتحان یه چیزی رو نگاه میکردم و پیش میرفت و تمام اوقاتم به اون موارد دیگه درس میخوندین میرفتین جام جهانی، چون شما بهشتی قبول شدین دیگه. خیلی از این بابت خوشحالم. نه خب سال اول قبول نشدیم، عجله کردم. خیلی از این بابت خوشحالم که مثلا اون 10-12 سال تحصیل رو بیشتر به این سپری کردم که کارهایی که میشد و معمولا آدما نمیکنن رو انجام دادم. خب سال اول یه چیزی نزدیک 3000 شد رتبه‌ام. اون موقع خب شاید به من گفتن که زیر 100 نشی خب قبول نمیشی و منم یه انتخاب رشته عجیبی کردم، معماری شهید بهشتی زدم، بعد زدم یزد، بعد همین 3 تا فکر میکنم انتخاب کردم که یه داستانی هم تو خونه به وجود اومد که اصلا شکاری و داشتم تردم میکردم. در نهایت تصمیم گرفتم. خب خیلی تصمیم سختی بود، با اینکه میشد یه چیزایی قبول بشم موندم و خب سال بعدش شاید مثلا 15 شد رتبه، مشغول دانشگاه شدم و اون سختیه که تو اون 1 ساله و اون خواسته ها و مجموع اونها یه انگیزه خیلی خیلی زیادی برای من شد که با هیچ چیزی کار نداشته باشم و خودم باشم و این معشوقه‌ای که داشتم. خب از ترم اول و دوم خیلی تمام زندگیم شد معماری و شاید اولین نفر و آخرین نفر کل دانشکده به لحاظ اینکه زمانی، یعنی من اولین نفر در دانشکده بودم، آخرین نفرم بیرونم میکردن. مشغول کار کردن بودم، یعنی هر پروژه‌ای که در
کلاس مطرح میشد. فارغ از اون یه چیز دیگه میکشیدم، یه کار دیگه میکردم. خب یه اتهامایی هم سمت آدم معمولا این موقع میاد. اونم دانشگاه بهشتی کلا مسیر به اینجا رفت که شاید ترم 3-4 اسیست یکی از اساتید شدم. البته بحث ترسیم و کارهای دست آزاد بود. تجربه جذابی بود برام. احساس کردم باز یه مسیری جلومه که میتونه دانشگاه یک موضوعی برام به وجود بیاره. خب ما تقریبا اولین یا دومین سالی بودیم که کارشناسی شده بود و دیگه ارشد رو نداشتیم و خب از یه جهاتی خوب بود، از یه جهاتی بد. زودتر میتونستیم خارج بشیم از دانشگاه و ولی خب اون مزیت‌های یکسره رو نداشتیم و اینکه آپشن دیگه‌ای برای ادامه تحصیل داشته باشیم. این مسئله دانشگاه برای من زندگی مشترکم هم به همراه داشت از همون ترم‌های اول و الان هم شریک زندگیم، شریک دفتره و همه موضوعات رو با هم داریم پیش میبریم. تناقض‌هایی هم بینمون هست که در طول این سالها هی صیقل خورده، یه جاهایی تکمیل کننده شده. خب شیرین خیلی کلانتر و استراتژیکتر نگاه میکنه، یه جاهایی من از دستگیره شروع میکنم، این از شرح شروع میکنه، یه جایی اون وسط تقریبا به هم میرسیم. بچهای دانشگاه بهشتی خیلی بگیرن کلا، همشون با هم همشون در نهایت با هم ازدواج میکنن. آدمای سربزیری هستیم. خب دانشگاه که داشت تموم میشد، شانس اینو داشتم دفتر آقای مسنیکبخت مشغول شدم. برخلاف آمال آرزوها که فکر میکردم، اون غروره اصلا اجازه نمیده من جایی کار کنم، خودم باید کار بکنم. 1-2 هفته اول فهمیدم که اصلا هیچی بلد نیست و تجربه بسیار خوبی بود. همیشه هم ازشون تشکر کردم. به واسطه چیزهایی که مستقیم و مخصوصا غیر مستقیم یاد گرفتم، اون قضیه دیولپرها، کارفرما، جامعه و چیزهایی که سمت ما میاد، شاید مهمترین چیزی که از ایشون غیر مستقیم یاد گرفتم اون بود که اصلا در شرایط مشخص چه برخوردی با پروژه دارن، کجای پروژه رو ارائه میدن، کجاش ارائه نمیدن، حتی کجا کی باید ارائه بشه، کجا کی باید رونمایی بشه و اینکه تو اوقات و احوال مختلف چه برخوردی با شرایط بحران داریم، شرایط حاد داریم، شرایطی که چیزایی که میتونیم از پروژه کشف کنیم. خب از ترم 2-3 هم ما همیشه اینو داشتیم دیگه. منم مشغول ماکت سازی بودم مثل دوستان، پروژه های کوچیک میگرفتیم. یادمه که به 4-5 تا از من و همکلاسیام دسته های 20 تومانی دانشگاه میداد که فکر میکنم از مثلا دوستانی که حمل و نقل رو به عهده داشتن میگرفتن و به ما میدادن. یعنی 20 تومانی های پاره پوره‌ای بود که به عنوان تشویقی به ما دانشگاه میداد و خیلی یه چیز عجیبی بود و در حد اینکه حالا پروژه پایان نامه دانشگاه دیگر جمع کنیم یا بر صورت یک قضیه این که آدم بتونه از حرفش پول در بیاره، اون موقع طعمش کم کم حس میشد. خب در دفتر مسنیکبخت هم ساختار اونجا خب ساختاری بود شاید به ارث رسیده از شارستان و قبلش شاید حتی از دفتر فرح و با اون سیستم، اون تفکر پیش میرفتن. مدل کرکسیون ها، اتود زدن ها، فکر کردن ها و اینکه تلاش بر این بوده که معمار پرورش داده بشه در حین اینکه داره کار حرفه‌ای میشه. ما هر کدوممون 1-2 تا پروژه دستمون بود و مسئول پروژه میشدیم. من مثلا در ظرف 1 ماه یه دفعه افتادم توی استخری که باید شنا کنم و باید برم کارگاه مواجه بشم با سوالای کارگاه و این استرسه به نظرم بزرگترین عامل پیشرفته تو حرفه ما. استرس خوب، اینکه تو فکر کنی بلد نیستی، فکر کنی الان باید تصمیم بگیری و از همون موقع وابستگیت کم میشه و شروع میکنی استقلال پیدا کردن ذره ذره. و خب این استقلاله
متوجهش بودم و خب با آینده‌ای که تصویرم این بود که حتما خودم کار خواهم کرد و یک تایمی رو دارم برنامه‌ریزی میکنم و شبیه میوه‌ای که خب احساس میکنی دیگه الان رسید، باید موقعشه و اتفاق بیفته. چند سالی اونجا بودم، خودجوش و خودخواهانه یه وقتایی برخلاف حتی ساختار دفتر درخواست داشتم به من همکارایی که تازه اومدن رو مثلا در اختیار من بذارن، من بتونم مثلا یه پروژه دیگه هم بهم بدین، 4 تا بشه 5 تا بشه میرسم. اونجا هم همینطور بود، یعنی من مثلا ساعت ورود 5:30 صبحم داشتم، مثلا صبحم از دفتر اومدم بیرون و فارغ از اینکه خیلی دفتر شارت محور نبود و خیلی انفرادی ما سر فرصت پروژه ها رو تک تک کار میکردیم و با کارفرما و کارگاه و همه دیسیپلین های دیگه در ارتباط بودیم و بزرگترین حسن اونجا بود. مواجه شدم و خب این خیلی ببین بحث تقسیم موضوع و فعالیت در طول حیات پروژه، یعنی ماها مثلا 2 تا پروژه داشتیم برای 4 سال، 3 تا پروژه برای 6 سال، یعنی کسی که اونجا کار میکرد در ظرف 5-6 سال 3 یا 4 تا پروژه ماکسیموم درگیر میشد و وقتی درگیر میشدی باید نقشه شهرداریش هم میدادی، کانسپتش هم فکر میکردی، فاز 2 هم پیش میبردی، بعد میرفتی کارگاه، تلفن کارگاه هم جواب میدادی، سر میزدی کارگاه. یه وقتایی حالا من خوششانسی رو داشتم که ما چند پسری که اونجا بودیم خیلی تلاشمون بر این بود که خودمون رو بیشتر با کارگاه درگیر کنیم و خب سالهای آخر که موضوع حسینی ارشاد اکستنشنش مطرح شده بود، من شانس اینو داشتم خب یه پیمانکار حرفه‌ای هم اونجا بود، دستگاه نظارت آقای مرحوم مهندس میر حیدر بودن که اونجا سری می‌زدن و خب اونجا 2 تا کمک من داشتم، 2 تا از دوستای عزیزم بودن و من باید کار پیمانکار رو مشاور در واقع خودمون نقشه می اومد کارگاه و من به عنوان ناظر مقیم باید تایید میکردم. کار خیلی خیلی مهمی بود و با یه وسواس عجیبی پیش میرفت. یه وقتایی مثلا فرض کنید که به جز کارهایی که داشتیم دیولپ میکردیم، کار روز ما این بود که چند تا دیوار رو با نقشه بردار وایسیم تایید کنیم که اینا رو بتونن بچینن. یعنی اینقدر با وسواس و دقت ذره ذره پیش میرفت. خب حالا خاطرات خیلی زیاده، شاید وقت رو بگیره. یک داستان موازی حتما اتفاق میفته در موضوع استقلال پیدا کردن. از شاید 3-4 سالی که من اونجا مشغول بودم کم کم متوجه این شدم که میتونم خب بیرون کار بکنم. از کارهای کوچیکم معمولا شروع شد. یادم اولین کارم یه نما بود، یه ساختمونی بود که بعد من نماشو طراحی می‌کردم. 100 تامو گذاشتم، نه که بگم کار عجیبی کردم، ولی تمام تلاشمو کردم و خیلی خوب شد. این حسی که خب در کنار اینکه جایی مشغولی بری یه چیزی رو خودت داری در واقع انجامش میدی، خب باز محرکه برای قدم‌های بعدی. بعد دیگه کم کم یک پروژه مستقل، یک کارهای اطراف تهران، بعد تهران، بعد کم کم این اتفاق افتاد و الان باز برمیگردم عقب احساس میکنم که اون پله ها رو چیزی جا نذاشتم. یعنی تصویرم اینه که مدلم در دفتر شاگردی بوده، شاید 2 تا چیز اضافه کرده باشم اونجا، ولی تمام حس و حضورم زمانی که جلسه بوده، مهندس نشستن، کارفرما نشسته، یه کاری رو داریم ارائه میدیم، مثلا کاری که منم کار کردم، یا یک مسئله ای رو داریم مطرح میکنیم، اصلا کاری با نقشه و اینها نداشتیم. اینکه اون چه جوری داره نگاه میکنه، اون چه جوری داره صحبت میکنه و چه جوری برخورد میکنه و چه جوری جمع میکنه و سوالی که ازش میشه جواب میده یا نمیده، اینها مسائلی بود که چیزایی بود که نداشتم، چون فکر میکردم که خب اون مسیر تجربی رو، حرفه‌ای رو میشه تجربه کرد. یه چیزایی اگه اون وقت جا میموند و شاید من بعدها سالهای بعد باید با آزمون خطا با کارفرماها پیش میرفتم و بسیار مدیونم بهشون. چقدر توصیه میکنید که نسل جدید شاگردی کنه؟
چون تو دوره ما استاد شاگردی کردن توی مخصوصا معماری یه اتفاق طبیعی بود و همه اون روند رو میگذروندن. ولی من الان میبینم که خیلیا تو همون گام اول دفتر خودشونو میزنن. چقدر به این استاد شاگردی اعتقاد داری؟ ببینید، من تمام مسیر زندگیمو یک ادونچری میبینم که من اینو باید ور دارم یا ور ندارم، اونو باید انجام بدم یا ندم، و قدم هایی دارم که دیگه بر نمیگردم. یعنی موضوع زمان چیزیه که به نظرم ما یه بار معمولا هم خیلی دیر میشه دیگه، یعنی در مثلا 60 سالگی به این میرسیم که میتونیم جوونی کنیم، دیگه نمیتونیم، یا زمانی میرسه که چیزایی داریم به دردمون نمیخوره و این معکوس بودنه. کاش که میشد مثل بنجامین آره سر و ته بریم و چیزها رو از ته بفهمیم. خودم بسیار اعتقاد دارم. بعد سالهای بعدی که دفتر خب شکل گرفت و من از اولین همکارم که حتی یادمه که برداشتم آیفون و تصویرش رو دیدم و اولین روزی که همکار من اومد دفتر و یک نفر به دفتر اضافه شد هیچ وقت یادم نمیره. تا الان این مسئله رو، یعنی حتی در شارع ترین حالت ممکن، اگه من وسط کار باید یک چیزی رو به همکارام، فارغ از اینکه گوش میدن یا نمیدن، یاد میگیرن یا نمیدن، باید بگم. میگم این اینجوریه. بعد این مکس میکنم، میدونم که کدوم همکارم اینو بلده، کدوم همکارم بلد نیست. اون جای خالی رو دارم پر. تفاوت نسلی هم کاملا متوجه هستم که وقتای دغدغه و درگیری نیست. خب ماهای بخش کارمون اینه که من حتی این اندازه مردمه که چشم همکارم هم متوجه بشم تا بفهمم که کجا قرار گرفتم و کجا باید بریم. در نسل‌های گذشته که به نظرم این نکته خیلی مثبتی بود، ما تلاش می‌کردیم از بزرگترمون یاد بگیریم. از روز اولی که خب مراسم دانشگاه شهید بهشتی یا ملی مراسمیه که همواره هممون دوست داشتیم راجبش کتاب بنویسیم. یعنی ما فضاهایی رو تجربه کردیم اونجا به لحاظ اینکه خدا، سال بالایی، بعد سال پایینی و واقعا این مواردی بودی که در اون دانشگاه رعایت می شده. ما جاش نیست ولی شاید مثلا حتی جذاب باشه، ما برده هایی داشتیم که سال پایینی های سال بالایی ها بودن و باید براشون کار میکردن و تعظیم میکردن به سال بالاییشون و این کاملا چیز پذیرفته شده ای بود و به نظر من بسیار چیزی که کار میکرد و درست بود. یعنی اتفاقاتی در اون فرهنگ اون دانشگاه بوده که ما ته مثلا لای در باز بوده و فقط داخل رو دیدیم و کم کم از بین رفت و خب با انواع مختلف سیاست‌های جذابی که به خرج دادن اساتید رو جابجا کردن و حالا مسیر رو به سمتی بردن که باز کلاس درس بشه، یعنی عده بشینن بگن آقا چیکار باید بکنم. اینکه صبح من با اشتیاق میرفتم دانشگاه چون اونجا زندگی میکردیم، یعنی کار میکردیم، موسیقی میذاشتیم، سماور داشتیم، کاستامون مشخص بود، سر آهنگ دعوا میکردیم، به هم کمک میکردیم و این در اثناء زندگی به هم یاد میدادیم، یاد میگرفتیم. از سال بالایی هم به یه گونه دیگه ای که آقا من بیام برات کار بکنم، کارهای دانشگاه تو بده من، نمیدونم به بهانه اینکه بعداً یه کاری که گرفت من بتونم توش کمک بکنم، بعد منو ببرن یه جا دیگه، منو ببرن کارگاه که ما اینا رو به زور با چنگ و دندون به دست می آوردیم. حالا برعکسه، الان من چند ترمی در ملی و دانشگاه پارس درس دادم، لحظه آخر که واقعا در حد فرار شد از دانشگاه که به معنی فضای با 60 نفر دانشجو معماری در از این فضا کوچیک‌تر که میزهای انقدی ما داریم نمیتونیم اینجا معماری کنیم. اشتباهه اینکه دانشجو معماری با یه کتاب با یه دفتر میاد با موبایلش میخواد معماری کنه، این غلطه. چندین بار رفتم پوستی و کاغذ و مداد خریدم و کاتر براشون خریدم، باید اینو بتراشی اینجا، باید این صدا بده مدادت، پوستی بندازی و این اتود بزنی، اینو بذارین کنار، اینو یه ذره تکون بخوریم، میزامونو فضاهامونو درست کنیم.
این تناقض الان کامل داره مسئله معماری رو به نظرم از بین بره. این چیزهایی که گفتم در مسیر راه ما باید برداریم یا نداریم، هوش مصنوعی الان یکیشه، از نظر من نرم افزار مختلف یکیشه، اینکه تو میتونی با یک تجربه نسبی کمی بتونی یه چیزی رو خلق کنی، بعد توقعت میشه این که پس من میتونم یک پروژه بکشم. خب ولی اصلا این نیست. این هنوز یه بخششه. قبلا ساعت‌ها زمان می‌بردیم با راپید یه چیزی بکشیم و ما اجازه نرم افزار نمیدادن در دانشگاه، یا با دست راندو کنیم با دست ارائه بدیم. من وانت میگرفتم برای ارائه هام به دانشگاه. یعنی مثلا یه وانت میومد، یه ماکت توش بود، یه سری کار با گل ساخته بودم، 6 تا تابلو کشیده بودم، 10 تا شیت داشتم، بعد یه کتابچه مطالعات داشتم و همین رو وانت میبردم دانشگاه. تقریبا مثلا 3 روز 4 روز بعد از تحویلمون به حالت بیهوش میافتادیم. خب حالا اینها رو قرار میدم من کنار اون تجربه‌ای که در دانشگاه دارم کسب میکنن بچه‌ها. بخوام خلاصه کنم موضوع سوال شما رو، هنوز به شدت به این مسئله اعتقاد دارم. یعنی همنشینی اساتید با کسی که داره یاد میگیره. خب من مرتب کردن کاغذم رو از آقای مهندسی نوایی یاد گرفتم. اینکه عینکش رو چجوری میذاشت روی صورتش، چجوری فکر میکرد، تأمل میکرد و فکر میکرد و چجوری خط میکشید، اسم میبرم. یعنی دونه دونه اینا مسائلیه که توی این کولم الان دارم به عنوان ارزش هایی که از اون سالها در آوردم. البته من یک کمی نقد دارم به این من با شما موافقم در مورد اینکه ما باید شاگردی کنیم، چون به نظر من اگه ما بخوایم حتی از جنس منفعت صحبت کنیم، من همیشه به کسایی که سنشون پایین تره میگم که شما با سرمایه ما بیاین خطا کنین. یعنی اول تو دفاتر دیگه شما احتمال هر خطایی رو میتونین داشته چون هممون تو روند کاریمون خطاهای بسیاری داریم دیگه، ولی این خطاها رو داریم با سرمایه یه نفر دیگه انجام میدیم. پس بهتره که اگه حتی از نگاه منفعت هم بهش نگاه کنین، اون آزمون خطاها رو تو دفاتر دیگه انجام بدین. و همونجور که شما گفتین چیزایی که تو دانشگاه اصلا به دست نمیاد، ارتباط با کارفرما، ارتباط با همکارا، یه موزلی تو دفتر پیش میاد چیکار میکنین؟ 2 ماه نمیتونن حقوق بدن و بچه‌ها رفتاراشون تغییر میکنه، چطوری باید اینو مدیریت کرد؟ همه این بحثا به نظر من، یعنی با شما موافقم تو این موضوع. در مورد، چون حالا موضوع کانونم بود، در مورد این ارتباط شاگرد استادی دانشگاه، من یه چیزایی رو تو نسل جدید تحسین میکنم و فکر میکنم که نسل ما از نسل قبلیش آسیب دید و همون آسیبا رو به نسل بعدی زد. یعنی حالا چون من خیلی دوست دارم وارد معماری شما شیم، از این بحث گذر میکنم، ولی خیلی دوست دارم اتفاقا در مورد این موضوع صحبت کنیم چون منم مطلب دارم. آره حتما. حتی با این جمله که ما با سرمایه یه نفر دیگه تمرین کنیم مخالفم. نه در واقعیت داریم میکنیم، نمیگم بکنیم. این اتفاق میفته قطعا، من هم دارم تمرین میکنم، ولی هممون دیدیم یک پستی منتشر میشه که این پروژه تمرینی بود برای این موضوع که این کارو بکنیم و سرمایه یه نفر دیگه نه، حتی آدمه، حتی یوزره. یعنی با اینجاش مشکل دارم، اینکه من دارم اگه قرار 30 سال کار کنم، در این 30 سال دارم تمرین میکنم، غیر از این نیست، طبیعت و فیزیکه. یعنی الان کار 10 سال پیشم قبول ندارم، ممکنه 5 سال بعد به یه چیز دیگه برسم، من که کل کارا که کردم غلط. اما مسئله این که این رو آگاهانه بیام با یک سرمایه، یک نفر دیگه، پروژه، زمین، سرمایه ملی، مصالح، آدمایی که قراره تو اون ساختمون زندگی کنن رو مبنای تمرینم قرار بدم و این پروژه رو یک آزمایش بذارم برای اینکه بگم این اتفاق، مثلا من اینجا آدم‌ها رو لای جرز گذاشتم و توده اومد اینجا. خب جرز یه عنصری در معماری، ولی قرار نیست من مبنای آزمایش قرار بدم. و اتفاقی که الان داره میفته و حتی انتقال این موضوع به نسل جدید،
رو نقد دارم به شدت، به خاطر اینکه ما موضوعاتمون اصلا به نظر میاد مسیره داره چیز دیگه میره و ما مبنای معماریمون در وهله اول، دوم، سوم و آخرش انسانه به هر ترتیبی. اگر من دارم تمرین میکنم برای اینکه اون آدم بهتر زندگی کنه، تمرینم درسته. ولی اگه دارم تمرین میکنم که حجم رو بفهمم، معنای مثلا جرز رو بفهمم، بعد جرز رو بذارم رو سر مثلا ستون رو بذارم پایین حجم، اون رو بذارم این و این تمرین رو دارم انجام میدم و اگر باعث میشه که زیست اون آدم، باز هم اگر باعث میشه زیست اون آدم تجربه متفاوتی رو داشته باشه و منطبق باشه بر اون آدم و زندگیش، باز تحسین میکنه. ولی اگر یه جاهایی باعث بشه که ما فضاهای زیست ناپذیر یا فضاهایی که صرفاً معماری تجربه کردیم قبولش نداریم. من معماری شما رو که مطالعه کردم 3 تا کلید واژه رو توش چندین بار مشاهده کردم و تو مصاحبه هاتونم روش تاکید داشتین. اول میگم شما ببینین اصلا درست دریافت کردم یا نه. شما تاکید داشتین رو شناخت و مسئله شناخت براتون یه پروسه جدیه تو فرایند طراحیتون و براش زمان میذارین و این شناخته رو 3 عنصر اتفاق میفته: بستر، فرهنگ و کارفرما. این چیزی بود که من از صحبت‌های شما دریافت کردم و پروژه هاتون. بیایم در مورد اون انسانه صحبت کنیم که فکر میکنم که از فرهنگ نشأت میگیره و شما تو پروژه هاتون، چون من شما رو یه معمار معناگرا میدونم، حالا باز این نمیدونم که چقدر خودتون باش موافقین، ولی موضوع اینه که به طور واقعی، چون ما تو جامعه معماری در مورد خیلی چیزا صحبت میکنیم ولی عملاً چقدر نسبت به اون آگاهی داریم؟ به طور واقعی چه تلاشی کردین برای اینکه کاربر رو بشناسین و درکش کنین و نیازهاش رو روش اشراف داشته باشین؟ خودم رو به عنوان غیر معمار، همکارم رو، کارفرمام رو، برای من قابل پیش بینی واکنش کارفرمام چیه، حتی کارفرمای جدیدم. یعنی یه لحظاتی اتفاق افتاده که کارو تمام کردیم، دوستم داشتیم و من قبل جلسه میدونستم فیل میشه، ولی باز با علم به این موضوع پیش رفتیم و فکر کردم باید این بخشی از این موضوعه که باید اتفاق بیفته تا مرحله بعدیش درست اتفاق بیفته. مسئله شناخته مسئله خیلی خیلی به نظرم پیچیده، سخت و غیر قابل توصیفیه که یه وقتایی هم آدم یه لگدایی میخوره. مثلا اون روز داشتم راجع به کوانتوم میخوندم، بعد اصلا کلن همه چیزم رفت رو هوا که راجع به موضوع زمان داشت صحبت میکرد. ببینید مسئله کلید واژه‌هایی که گفتین هیچ وقت به عنوان کلمه بهش فکر نکردم. یعنی همیشه فکر کردیم که باید این اتفاق باشه، اینجوری داریم برخورد میکنیم. یه چند تا مشخصه داره دفتر، اینکه ما هر کدوممون با هر تجربه، با هر دستخطی که آموزش دیدیم تا یک سالهایی این میمونه، یعنی جاری میشه. بعد کم کم بدونه که بفهمیم تغییر پیدا میکنه، انگار داریم مال خودمون رو کشف میکنیم، طرز تفکرمون رو کشف میکنیم. دستخط یه وقتایی فرمه، یه وقتایی اعتقاد به یک سری موارد زیبایی شناسی و یک اتفاقات مشخصه که داری میبینی، یعنی میدونی این کار فلان دفتره، این کار فلان دفتره. یعنی اگر یک چیز مثلثی راستگوشه تیز داشته باشیم، داریم فرض میکنیم مثلا کار خانم حدید نیست. اما یه وقتایی دستخط میشه رویه، میشه ایدئولوژی، میشه نحوه نگاه به موضوع. اون وقت ممکنه محصولاتش متفاوت شه. یعنی تا یه اندازه یه دفعه در یه کاری در دفتر مینیمال میشه، یه وقتی خیلی زیاد میشه، وقتی از اون بره بام میفته. اهمیتی برای من موضوع مصالح ندارن، موضوع فرمه نداره. میتونه هندسی باشه، میتونه راستگوشه باشه، میتونه کرو باشه، میتونه اصلا
بخشی از حضلولی باشه. به خاطر اینکه تصویرم اینه که اینا ابزارن. رنگ سفید میتونه باشه، میتونه نباشه، میتونه سیاه باشه. بنابراین من باید اون موضوع شناختم از این مسئله رو، از این زمین رو، از این صورت مسئله. یه وقتایی کار اقتصادی ما داریم میکنیم، یعنی من باید موضوع جایی که دارم براش کار میکنم رو بشناسم، کارفرما بشناسم. مهمه به نظر من. یه وقتایی کارفرمایی لیمیتی نداره برای هزینه کردش، یه وقتایی که خیلی منطقی، یه وقتایی خیلی خسیس. یه وقتایی میدونم که این کارفرما یا این آدمی که باش مواجه شدم ریسک پذیر نیست. همه اینها. ولی اگر ریسک پذیر بود سوء استفاده نمی‌کنم از این موضوع. به اندازه‌ای که بتونم غیر مستقیم معماری کرده باشم. یعنی از نظر من یه جورایی ما در این جامعه معمار موفق آدمی که شعر حافظ بده به کارفرماش، یک بیته کارفرماش یه جور بخونه، اون استفاده کننده خوشحال باشه، اونم فکر کنه کار اقتصادی کرده، شهرداری هم خوشحال باشه، پایان کارم بتونیم بابتش بگیریم و همه اینا جمع کردن توی موضوع کار سختیه. یعنی یه وقتایی با دوستان جدید کارهای دفتر رو مرور می‌کنیم، میگن خب اینو چه جوری گرفتین؟ اونو حتما کارفرمات عدد زیادی پرداخت کرده تونسته این کارو بکنیم. میگم نه، این ضابطشه، اینه. من فقط استفاده کردم از این ضابطه، سوء استفاده کردم برای اینکه اون آدم بتونه یه پنجره هم اینجا داشته باشه، یه ذره زندگیش بهتر. در نهایت یه تمرینای جدی‌تری زمانی اتفاق میفته، یعنی مسئله و چالش جدی‌تری زمانی اتفاق میفته که برای یه نفر میخوای ویلا طراحی کنی و اون وقت دیگه برای عام نیست و من شاید مثلا ساعت‌ها، شاید 2-3 جلسه، 3-4 جلسه 3-4 ساعته داریم و خواهش میکنم مثلا خانواده‌شون هم بیان، بچه کوچیکم دارن بیان. اونجا اون شناخته کاملا به من کمک میکنه، اصلا اینکه ارتباطشون چیه، مسئله چیه. ما سر یک پروژه تمرینی کردیم سر اینکه بتونه معماری روابط داخل خونه رو تقویت کنه و بتونه کمک بکنه. یه باگی دیده بودیم در اون اصلا و در جهت تکمیل اون شناخته من خیلی عناصری دارم که شناختم از راه مطالعه نیست، شناختم کاملا شهود و تجربه است. از دوستانی که برای مصاحبه دفتر میان یاد میگیرم، میشناسم، میفهمم کجا داره چه اتفاقی میفته، چه دفتری چه تفکری داره، همونجا یه چیزی یادداشت میکنم و میفهمم و یاد میگیرم، یه استراتژی یاد میگیرم و یه جور شاید یه جایی تبدیل به بیماری میشه دیگه. یعنی ممکنه که مثلا دوست جدیدی بیاد ظرف مثلا 5 دقیقه من 4 تا چیز بفهمم که ممکنه یه چند روز طول بکشه بفهمم. به همین دلیل این مسائل و تمرین شناخت باعث میشه که تو سایت وایسی یه چیزی ببینی، یه چیزی تصویر کنی و یه وقتایی یه پروژه یک بارگی برات به وجود میاد که آخرش مبنای سه‌گذاری بر مبنای اون کانسپت نیست. یعنی ما باز مسیر شناختمون رو پیش میریم، تحلیل سایت میکنیم اینا، ولی یه چیزی در ذهن منه نمیذارم بیاد بیرون تا بفهمم درسته یا نادرست. باید هممون بفهمیم درسته، بعد میگم همین بود. خیلی تعددش بیشتر میشه بعد از این تمرین. یعنی اینکه تو بر مبنای شناخت و اون تمام چیزهایی که در ذهن داری آنالیز میکنی بگی جواب این موضوع اینه، اسمش اینه، این شکلیه. پایه‌سازی پاسارگاد یکی از بزرگترین مجموعه‌های پیمانکاری تو ایرانه که قدمتش به بیشتر از 25 سال میرسه. تو این سالها موفق شده گریدها و استانداردهای برجسته‌ای رو کسب کنه. بیش از 2.5 میلیون متر مربع تجربه ساخت و ساز به دست آورده و تونسته تو حوزه‌های مختلفی توانمند بشه. از ابنیه و تأسیسات تا پروژه‌های زیرساختی مثل راهسازی، نیرو و حتی نفت و گاز. اما به نظر من پیمانکاری فقط لایه بیرونی این مجموعه است
پایاسازه داره تلاش میکنه تا در اکوسیستم صنعت ساختمان یه بازیگر جریان ساز باشه. حالا چطور؟ منتظر قسمت‌های بعدی باشید. من چون توی این پادکست خیلی برام مهمه که شناسایی این 4 بازیگر صنعت ساختمان از نظر من و ایجاد گفتگو بینشون، تو تحلیلی که من از این 4 بازیگر دارم که چون کسایی ممکنه که اولین بار با این موضوع مواجه شده باشن نام میبرم، این که ما بین دیولوپر، معمار، تامین کننده و املاک ارتباط برقرار کنیم. من فکر میکنم تنها کسی که تو این چرخه با کاربر به طور واقعی در ارتباط املاکه. چون ببینید معمار ممکنه یه ویلایی رو از یک کارفرمای سفارش بگیره، بعدن این و کاملا تحلیل کنه که این کاربر چه نیازهایی داره، ولی برای بار دوم که این ویلا به یه فرد دیگه فروخته میشه این کاملا تغییر میکنه. به نظر شما جامعه معماری نباید تلاش کنه گفتگوش رو با مشاورین املاک بیشتر کنه؟ من همینجا عذر میخوام از جامعه املاک که هیچ وقت نتونستم دیالوگی داشته باشم و کمکی بکنم شاید به این حوزه. کمک گرفتین ازشون؟ خیر. نه. ولی به عنوان بحثی که من دارم مطرح به میکنم، نظرم به نظرتون امکان پذیره؟ صرفاً شاید به لحاظ جامعه آماری ممکنه غیر مستقیم کمک گرفته باشیم. بعضی پروژه ها رو، حالا سایت هایی هست مال املاکه، ما میریم فراوانی شو صرفاً میتونم فقط به این اشاره کنم که مثلا اینجا واحدها چند متری چند خوابن، از چند متری چند خوابه میشن. کاملا تو شهرهای مختلف هم این داستان فرق میکنه. اما باید من یه موضوع رو قبلش برگردم. یه جور به نظرم یا من اشتباه متوجه این 4 حوزه میشم یا برداشت دیگه‌ای هست که متوجهش نمیشم. من دیولپر رو با کارفرما 2 تا عنصر جدا می‌بینم. من رده کارفرما سازنده و یکی گذاشتم. یکی یعنی برای یا طراحی هم همینطور، یعنی معمار با معمار منظر با طراح شهری همه بله. خیلی مشاورین هم جنسن، ولی دیولپر یک جای کارفرما نیست، یک جای کار. و بسیار مهم زمانی که دیولپر کارفرما نیست. و من 51% موفقیت و درست انجام شدن یک پروژه رو کارفرما می‌بینم. یعنی کامل لمسش کردم در یک سبد 100 پروژه‌ای. میدونم که چقدر سهم این کارفرما باعث شده که پروژه موفق شه و درست انجام شه، فارغ از اینکه چقدر معماری توشه و این کانسپته و اصلا ما برای کی معماری کردیم. و دقیقاً چیزیه که ما شاید از 100% 10% فهمیدیمش. یعنی جامعه کارفرمایی ما بلد نیستن کارفرما باشن، اصلا نمیدونن چیه. این یک شغل بسیار حرفه‌ایه. یعنی همه جا دنیا دارن بابتش مقاله می‌نویسن، دارن ایده میدن بابت اینکه کارفرما چه کار باید بکنه و شغلش چیست. مهمترین ویژگی کارفرمای خوب چیه؟ به نظرم به اندازه بودن. یعنی اینکه به اندازه مدیریت کنه، به اندازه راهبری کنه پروژه رو، به اندازه تصمیمات رو خودش بگیره، به اندازه اختیار به آرشیتکتش بده، مشاورینش بده. و زمانی یک پروژه به نظر موفقه که خیلی اینها به یک حد تعادل میرسن. ما با معماری خیلی چیزها رو از حد تعادل خارج میکنیم. یعنی من ریسک پروژه رو بالا میبرم، با یک زاویه 1 درجه ای اون انتها کیلومترها فاصله پیدا میکنه موضوع، اما باز هم قابل مدیریت. یعنی هممون مسیرمون رو کج میکنیم و اینوری میریم. یکی از چیزهایی که خیلی برای من جذاب بوده اینه که تصویرم اینه که داریم زندگی میکنیم دیگه. یعنی من که میرم خونه یه جور دیگه زندگی نمیکنم، ادامه زندگی روزانه‌ام که کار کردم میرم پلو بچه‌ها. و اون فضای زیست ما
زمانی بهره وریش بالا میره که درست انجامش بدیم و لذت ببریم ازش. بعضی پروژه ها رو من لذت میبرم که با کارفرما میشینی و اصلا دوست دارم برم جلسه، بریم مثلا یه چیز ساده است، میخوایم بریم یه دستگیره انتخاب کنیم برای یه جا، ولی باشون میرم. سالها فکر کردم خب بخشی شخصیه که آدم علاقه‌ای به اون شخص پیدا میکنه. یه بخش خیلی مهمش رو دریافت این مسئله تعادل پیدا کردم. یعنی یه جایی حتی مثلا کارفرما چندین نفر بودن و این مدیریت این قضیه رو داشتن که کجا من میتونم حق رأی قاطع داشته باشم، برخلاف اینکه علیرغم اینکه با همه مخالف باشم. یعنی 4 تا رأی وجود داره، منم رأیمو دارم، ولی اونجا به این میرسن که آقا ساکت، ایشون بگه. یه بار عجیبی رو دوش من میذاره که دفعه بعدی دیگه بی خودی من نظر ندم، چون اگه بندازن رو دوش من برام سخت میشه. خب بعد این منو ارتقا میده. بنابراین موضوع کارفرما فکر میکنم که این رو هم توضیح بدم. هر دو سمت موضوع رو هم داشتم، حالا شاید موضوع تکراری باشه، هم تمام موارد رو درش دخالت داشتن و هم تمام موارد درش دخالت نداشتن. اونجا یه احساس استکاک وحشتناک ما داریم که آقا پس من اصلا اینجا چی کارم، و آخر سرش یک شترمرغی در میاد موضوع که تو نمیدونی کو کار کردی یا اصلا من رانندگی دارم میکنم، میذاری من برم یا نه. اون سمتش هم همینطور بوده. یعنی به این رسیدیم که خب بابا یه نظری، یه چیزی، یعنی نه شما بفرست، ما تماما اجرا میکنیم، شما فقط بگو ما چیکار کنیم. اون حد تعادل است. باز من به عنوان کاربر 2 تا از پروژه های شما، هستوران و مستوران، به نظر من دریافتی که من از اون فضا دارم اینه که حاضرم چندین بار توی اون فضا حضور داشته باشم، چون هر دفعه که من توی اون فضاها هستم یک کشف جدیدی ازش دارم و با توجه به اینکه انسان برای شما مهمه، حالا ما با حسینم در مورد اون پروژه اجراش و اینکه شما چقدر سعی کردید به صرفه اون پروژه ها رو تموم کنین و خیلی از مواردی رو که طراحی کردین رو خودتون براش یه راه حلی پیدا کردین که با هزینه کمتر انجام بشه و حالا با کیفیت بهتر. میتونین نکاتی رو بگین که اونجا آگاهانه حواستون به کاربر بوده، کاربری که هم تجربه جالبی داشته باشه، هم وفادار شه به اون برند و هی بیاد و اون تجربه رو تکرار کنه. من یک آمال آرزویی دارم، مثل بقیه معمارها کار عمومی کردن. فکر کنم هممون دوست داریم. خب و عموما این بیماری که آدم‌های کمال‌گرا دارن اینه که میرسه به این، باز برمی‌داره 4 قدم میذاره جلوتر، بعد میاد میگه اوه چقدر دوره، من باید چقدر تلاش کنم. باز نزدیک شد، حتی نرسیده بهش باید اون بندازه دور. و فکر میکنم که به این درک برسه که فقط این مسیره که مهمه، یعنی تش جایی نیست. تو این اثنا بیشترین کاری که ما امروز مثلا حدود کد داره پروژه های دفتر، مثلا به 300 و چند رسیدیم. صرفا این نیست که 300 و مثلا 50 تا پروژه انجام دادیم، 350 تا پروژه ارجاع شده، بعضیشو انجام ندید و 350 پروژه جدی صحبت شده و رفتیم جلو. فکر میکنم حالا مثلا 1/3 1/4 انجام شد. 80% مسکونیه، موضوع مشخصی داره. یه 15-20% شاید 10% شاید ویلاها باشه. یه انگشت شماری فضاهایی هست که من فرصت اینو پیدا کردم که یه غذای شوری بپزم که نمیشه بیشتر از مثلا یه لقمه ازش خورد. ذاتاً رستوران هم همینطوره، فضای عمومی که ما در 1 ساعتی، 1 ساعت، نیم ساعت، 2 ساعت
حضور پیدا میکنی و خب اونجا یه مدیومی قرار میگیره که تو میتونی یه سری چیزها رو منتقل کنی و یه ذره درگیر کنی آدم ها رو. در مورد موضوع شاید 8 یا 9 تا رستوران کار کردیم تا الان. در تجربه رستوران اولین پروژه‌ای بود که ما رستوران کار کردیم. بلد نبودم مثلا، یعنی دوستانم که اومدن دفتر گفتم من رستوران کار نکردم، بلدم نیستم. حدود 2 ماه شاید 6-7 نفر از همکارام شبانه روزی، واقعا خیلی پروژه سنگینی بود، پیش رفتیم و من یادم دفتر کارفرمام قرار بود ارائه بدم، موتور گرفتم و با یه یو اس پی که آخرین لحظه رایت شده بود که فیلمی داشتیم با 20 دقیقه تأخیر رسیدم و ارائه دادم. آخر سرش ما 11مین دفتر بودیم که رستوران رو طراحی کرده بودیم. آخرش کارفرما من گفت بالاخره یکی فهمید. خب باز برمیگردم به موضوع شناخته. تعریف رستوران یه خیلی بریف ساده ای داشت، فضایی که اون حواس رو بتونه درگیر کنه. بنابراین من مشخصا باید سراغ چیزایی میرفتم که ما راجع به بو فضا تو زدیم، رنگ فضا، نور فضا، چیزهای عجیبی هم در پروسه ساخت شکل گرفت. با ضایعات کار کردیم، با آجر از خونه مردم کندیم، خریدیم و هزار تا موضوع این چنینی. اما بعداً خیلی یاد گرفتم که فضاهای این چنینی اگر داستان نداشته باشن کالای مصرفی میشن. 2-3 سال پیش گفتن حدود 160 تا 180 تا رستوران در سال در تهران باز میشه و 180 تا رستوران بسته میشه. یعنی یک بیزینس کاملا بیرحمه که شما یه جایی میزنید، از اون هیجان اولیه مردم برای حضور که فضا رو تجربه کنن استفاده میکنید، بعد دیگه جواب نمیده. برای اینکه من بار دوم سوم نمیرم اونجا. ولی یه روزی با آقای سایدینیا صحبت میکردم، میگفت من مثلا به مدت 1 سال هر هفته مثلا اگر از قم میومدم تهران میرفتم در کافه رستوران یه قهوه میخوردم، حالم خوب میشد، میرفتم. اینا از یه سری آیتم نشأت گرفته که فارغ از حرف کلی معماری ممکنه که تک تک عناصر باعث این اتفاق بشن. یعنی من اگر آجری که 200 سال ازش گذشته نمیذاشتم رو اون دیوار، شاید نمیشد این ارتباط رو گرفت. ما یه سری آجر میومد برامون، بعد با واسجد میشستیم خزه ها و ایناش بره و کثیفیاش بره استفاده کنیم. بعد رستوران فضایی که بهداشت قرار تایید کنه. باز خیلی مثال زدم اینو. یه کاری کردم بنای من که آجر داشت میچید آواز میخوند میچید، یعنی داشت کیف میکرد، میگفت هیچ جا اینجوری من کار نکردم. ابزاراشو ریختیم دور، گفتم با هیچ ابزار، با دست میچینیم، با دست بنکشی میکنیم. چوبای موریانه خورده پیدا کردیم که بخواد اون فضا کار بکنه. چرا؟ اینا یه جایی هست تو حوزه رستوران ما با 4 تا بشکه گذاشتن میخوایم کافه تولید کنیم رستوران، یا یه چیز قدیمی کهنه برداریم بذاریم در و دیوار. این نیست موضوعش. یعنی زمانی درست کار میکنه که اینا رو سر جاش درست بذاری. و اون چوبی که کهنه شده و موریانه خورده، اون یه مسیری رو رفته و کلی زمان درش مستتره. من دارم اون زمانه رو و دارم اون سیر زمانی رو با مخاطب به اشتراک میذارم. نه اینکه بگم این رادیو قدیمی مادر بزرگم هم از اینو داشت. 1-2 ماه بعد از اینکه رستوران راه افتاد، دیدم آدم هایی که اینجوری حالا همراه موبایل بعضی فضا سرگردون شدن. 1-2 ماه اول یه نفر گذاشته بودن که آدما بیش از اندازه تو سرویس نمونن، یعنی میرفتن بعد جلو آینه و یه سری چیزا بود نمیشه صف. تجربه بسیار جذابی بود و همه اینها رسید به این که زمانی که داستان داشته باشه مردم سراغ اون داستانه میرن، یعنی غذا و فضا و موضوعات بعدی میمونه. و من شما رو ستایش میکنم چون تو تمام پروژهاتون از هنرمندای دیگه هم کمک میگیرین. یعنی مثلا من توی رستوران یا مستوران کار عباس کاشف رو دیدم
و خب اینکه شما از دیسیپلین‌های مختلف کمک میگیرین برای اینکه این محصول رو اونجوری که واقعا کاربر باش ارتباط برقرار کنه ایجاد کنی، خب خیلی قابل تقدیره. من بیوگرافی شما رو که میخوندم یه جایی داشت که من آه از نهادم در اومد. من 2 سال تلاش کردم مدیریت پروژه قبول شم، نشدم و شما مدیریت پروژه دانشگاه تهران خوندین، احتمالاً هم دوره امتحان دادیم و من از شما باختم. نکته‌ای که شما تو کودکیتون گفتین که حالا از نظر خودتون یه سری تضادها کنار هم باعث شد که شما معمارشین، مطالعه‌ای که من در مورد معماری شما داشتم، شما یه معمار کاملا هنرمندید که در کنارش مدیریت پروژه خوندین و گاهی ساخت هم انجام میدین. یعنی این 3 تا زاویه‌ای که از بیرون خیلی متضاد دیده میشه رو چطوری مدیریت میکنید؟ همون داستان چند بوده. من به شدت کارهای تمام نشده دارم. یعنی یه چیزی شروع کردم، بعد یه چیزی ازش فهمیدم، دیگه ادامه ندادم و اونا رو هم نگه داشتم. مثلا یه صفحه‌ای دارم، یه مینیاتور خیلی 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 ریزه، شاید با قلموی 3-0 شاید کشیدم، مثلا بخشش تکمیل شده، الان 15 سال مونده. بعد جزء برنامه‌م اینه که اون تموم کنم، یا مثلا کار آبرنگی که مونده، یا مواردی که ناقص مونده. اذیتم نمی‌کنه. یعنی فکر می‌کنم یه روزی هست که من برم سراغ اون. یه شرایطی پیش اومد، 2 تا ساز ساختم و مثلا اینکه برای شیرین یک کاسه تنبور تراشیدم و این با دستم انجام شد. بسیار کار سختی بود. چوب توت هم سیانید داره، یعنی تنفسش بسیار بد. و بعد این شب کاسه رو بغل می‌کردم، می‌خوابیدم، بعد تست صدا گرفتیم ازش. خیلی اتفاق جذابی بود. البته این رو ابداً هنرمندی نمی‌بینم، این تعریف شماست، صرفاً فضولی کردنه توی کارهای دیگران. شاید اینکه هر اتفاقی که دور و بر ماست یه محصولی برای ما داره، مثل اون جریانی که الان من قراره اینجا یک تأثیری در یک چیزی داشته باشم، یا حضوری که در کنار هم داریم، یا قراره یه چیزی از اینجا مال من باشه. یه سمینار، ببخشید طولانی میشه، ولی سمیناری رفتم، همش دنبال این بودم که من چرا اینجام. خب بعد آقای دکتر موسوی یه سخنرانی داشت اون بالا، بهشم بعدش گفتم فهمیدم که تو یه جمله گفتی، من 6 ماه دنبال اینم و فهمیدم که درست انجام دادم. و این برگردیم سر صحبتی که داشتیم. به من باید یه یادآوری کنید که موضوع اصلیمون الان چی بود. مدیریت اون 3 روی کرده، معمار، مدیر پروژه و یه بخشی خالی شد بعد از مثلا 6-7 سالی که من کار کردم. احساس کردم یه جایی یه چیزی رو نمیدونم خالیه. سر مدیریت پروژه هم 1-2 سالی باز تلاش کردم، چون به هر صورت ما هم زندگی مشترکمون داشتیم، هر جفتمون درس میخوندیم، هم کار میکردیم، هم کارهای خودمون داشتیم. بله. سال اول 35 نفر گرفتم، من شدم 36. سال دوم شدم 17 نفر گرفتم. بعد دیگه نمی‌دونستم چی کار کنم. بعد اعلام کردن که نه، سازمان سنجی اشتباه کرده، تو بیا. بعد دانشگاه تهران من مدیریت پروژه قبول شدم، ولی رفتم سر کلاس شهید بهشتی نشستم سر مدیریت پروژه، گفتن اسم تو لیست نیست. گفتم من اونجا قبول شدم ولی میخوام اینجا بهم یاد بدید. بعد 1-2 ماهی زورکی رفتم، انداختنم بیرون. برای 2 تا موضوع رفتم مدیریت پروژه رو. یکی بعداً فهمیدم که برای این رفتم، یکی برای املت، یکی هم برای آقای دکتر کاشف. یعنی موجودی بودن که بسیار ارزشمند بودن برای من و صرفاً سر کلاس وسط درساش خاطراتی از تصمیماتی که سر پروژه ها یا سر بحران ها یا سر برخورد با، یعنی جهان بینیش
میگفت من چیزهای درسای دیگه ول شده بود، فقط میشستم که ایشون صحبت کنه. محصولم از اونجا این دوتاست و یه بخشی نگرشه به موضوع که بتونیم چجوری ساختارمند فکر کنیم. علیرغم اینکه یه جاهایی در پروژه ها خیلی بداهه پیش میریم، خب هر از گاهی دفتر رو یه ذره ساختارها و سیستم ها و آرشیتکت ها خیلی عادت به این ندارن. یعنی ما الان یه پورتالی داریم آنلاین، یه ذره داریم 2-3 سال روش کار میکنیم، تسکامون توش، برنامه‌ریزی داریم، خیلی سیستماتیکه. در این حال خب بحث طراحی و موضوعاتش هم جداگونه است. یعنی به ساختار چیزی اعتقاد پیدا نکردم به جز بیماری براش. یعنی اینکه آقا تو چی کار داری؟ مثلا من مثلا چندین بار بیمارستان رفتم بابت جوشکاری، نمیدونم اینکه پیلیسه سنگ بره، همین کارو کردم و اعتقاد دارم که کشف دیگه براش جذاب ترین بخش معماریه که تو سنگ رو بفهمی، آجر رو بفهمی، براش ارزش قائل باشی، باهاش هر سوت بلبلی با آجر نزنیم، متریال رو براش بتونه واقعا شأنش رو در بعضی از کارها شما میبینید و ما هنوز بتون ایرانی نداریم. آجر درست تا یه اندازه استفاده میکنیم، بتون رو نفهمیدیم، به نظر من شیشه رو نفهمیدیم و تو لابلای بعضی پروژه ها داریم چیزهایی رو میفهمیم و میشناسیم با اولویت انسان. یعنی الان من در دفتر 3-4 شاخه اصلی داریم فضاهای نیمباز رو تو ساختمان‌های مسکونی تجربه میکنیم. شاید از هر شاخه 4-5 پروژه اومده بیرون که تو هر کدومش هی ورژن به ورژن داریم ارتقا میدیم مسئله رو و موضوع زیست رو در طبقات. کمپانی TRS یکی از معدود شرکت‌های فعال تو حوزه پرینت سه‌بعدی ساختمان در ایرانه و اولین خط تولید دستگاه‌های پرینتر سه‌بعدی تو خاورمیانه رو تأسیس کرده. این کمپانی از اون شرکت‌هاییه که تلاش میکنه تا چهره سنتی صنعت ساختمان در خاورمیانه متحول بشه. تو قسمت‌های بعدی توضیح میدم که چطوری و با چه روی کردی. من تقریبا 2 صفحه دیگه سوال از شما دارم. نه، موضوع اینه که چون اعتقاد دارم که با گفتگو، یعنی من در تلاشم که این گفتگو شکل بگیره. علت این که این پادکستم به این روش برگزار کردیم اینه که بیشتر برای من مهم بود که افرادی که علاقه‌مندن به گفتگو توی این موضوع حضور داشته باشن و گفتگو کنیم. اگر که سوالی شما دارین بپرسین، اگه من دیدم که سوالی وجود نداره من میرم رو سوالای خودم. ولی حتما بپرس حسین آقا. ولی واقعا اینی که خیلی همیشه بر من سوال بود، این که تجربه دقیقاً خاص اون دفتر مهندس نیکبخت که اون سیر خطی پروژه خیلی مشخصه و من واقعا اگه بخوام پروژه شما چند دسته کنم، یه قسمت پروژهاتون واقعا تجربه گراه، یعنی اون قسمت پروژه‌ای که خیلی جسورانه یهو مثلا تو اون پروژه کامرانیه که تو اون زمین اون شکلی کورتن رو استفاده می‌کنیم یا همون مثلا پروژه‌ای مثل رونیکس، اینی که تونستین اینقدر متفاوت از اون فضا بعداً بیاین فکر کنین، نمیدونم یعنی چجوری اصلا بهش فکر کردین. اگه خیلی مطلب جالبی گفتم، تا یه جایی تو این چیزو داری. خب بعد موضوع اینه که مسئله رو به عنوان یک یعنی برداشتت از اونجا اون ایدئولوژی است، یعنی تفکر حاکم بر نحوه برخورد با مسئله است یا برخورد با مسئله است. اگه برخورد با مسئله باشه من همون جوری برخورد میکنم، میگم خب ما اونجا خیلی از دفاترم اینطوریه، ما مسئله ممکن از پلان شروع شه. من یه وقتایی از اتاق شروع کردم پروژه رو، یه وقتایی از پلان شروع کردم، یه وقتایی از یک مفهوم شروع کردیم، یه وقتایی از یه مطالعه شروع کردیم، یه وقتایی برای خودم اینطوری بوده که 2 هفته هیچ کاری نکنم.
بعد احساس کردم که یه چیز عجیبی در کمینمه و باید مواظبش باشم. خب این بعد از این مدتی احساس می‌کنی که توی عناصری یا به یه زیبایی شناسی مثلا تجربه کردی، آیا قراره که اینها رو ادامه بدی؟ یا باید بدونی که مثلا اگر این عنصر رو در ساختمون و در نما استفاده می‌کنی برای چیه؟ قراره چی کار بکنه اینجا؟ یه وقتایی یه نرده اهمیت پیدا می‌کنه، یه وقتایی این نرده اهمیت پیدا نمی‌کنه، اصلا نباید ببینیش. یا اگر فرض کنیم من فلاشینگ میذارم، اینو اینجوری میذارم، متریال رو از هم جدا میکنم، اینا تزیین نیست، اینا درست داره کار میکنه، چون این رو اون بعداً ترک میخوره. الان در جامعه نسل‌های بعدی ما اعتقادی به قرنیز مثلا ندارن در ساختمان. خب بریم 5 سال بعد ببینیم پروژه رو چی میشه. من که نمیتونم فقط 2 تا عکس بگیرم فرار کنم از پروژه. باید بذاری این نسل‌های بعدی هم این متریال، این سیمانه یه بار خوش میشه، میره 10,000 سال بعد، مسئولم بابتش. بعدن خودم فهمیدم که دارم هرس میکنم و خیلی از هرس کردن خوشحالم. یه وقتی از شما با یک موضوعی پیش میری، بعد کم کم هی بهش اضافه میشه. یه وقتایی میری از بالا شروع میکنی همه چیزو تجربه کردن، بعد میگی نه نمیخوام. بعد مثلا 5 سال بعد میبینی این که نمیخواستی الان میذارم به یه شکل دیگه ازش استفاده میکنم. اونی که تجربه کردم میارم استفاده میکنم، ولی یه مدل دیگه ازش استفاده میکنم و مفهوم شکلی و فرمیش خارج میکنم، بهش یک هویت میدم. و حتما خوشبختی من در این بوده که این مسیر رو برم، چون حداقل به ژنتیک من عجینه و با ساختار ذهنی من میخونه. یعنی شاید اگر مسیر دیگه ای رو رفته بودم، چیز دیگه رو تجربه کرده بودم، دچار تناقض میشد. سوالم یه بار دیگه بپرسم، خودتون معتقدین که یعنی طبق اون صحبت که گفتیم که مدینه فاضله همه اون پروژه عمومی هست و اونجا رو یه فضای بازی دیدیم که بتونیم همون دستپخته که گفتیم که شوره، یعنی اونجا یکم بی‌محاباتر به معماری نگاه کنیم، چون اونجا بله فیکسه که خیلی جایی نداره. بله، به خاطر همون انسانه است، چون انسان اومده 2 ساعت اونجا باشه. حالا من یه ذره هم شلوغش کردم، اون میتونه تاباوری داشته باشه و تو اون لحظه بیشتر کیف کنه، ولی با خونش این شوخی رو نمیکنم، با ویلاش این شوخی رو نمیکنم، چون مسئله اهمیت داره دیگه. یه وقتی من کلینیک دارم میکشم اصلا هیچ کاری نمیتونم بکنم، فانکشن. یه پروژه ای رو دوست دارم بگم. من خیلی یه سری از پروژه دفتر شما نتونستیم مطالعه کنید چون ارائه ندادیم. یک پروژه جذابی داریم کار میکنیم، 2 سالی هست، بعد انقدر برای من اهمیت پیدا کرده 3 بار کشیدیمش. بعد 3 بار اینا قدم برداشتم برای اجرا، گفتم ببخشید 1 ماه به من وقت میدی، دوباره از اول عمل پاک کردیم. یه فضاست برای نگهداری بچه‌های بی سرپرست و معلول، تقریبا تنها مرکز تهرانه و این خیلی خودجوش داره اتفاق میفته. برخلاف اینکه خیریه است، کامل داریم با کیفیت ترین چیزی که میتونیم ممکن بسازیم و شاید از یه بخشی اصلا رسالتش این بشه که موضوع دیدگاه خیریه رو به عنوان یک موضوع ترحم‌آمیز بتونیم از بین ببریم و به نظر من استحقاق این بچه‌ها اینه که در بهترین شرایط ممکن زندگی کنن. اونجا این شانس رو پیدا کردم که این اتفاق بیفته و خب داریم براش تلاش میکنیم. یه ذره به جریان بیفته احتمالاً منتشر میکنیم. بسیار هم پروژه‌ایه که شاید نقد توش باشه، یعنی احتمالاً تیربارون میشیم سر این مسئله، ولی خدا رو شکر داره یه کاری توش میشه. عالی هست. بله. چون که به عنوان دلیل شخصی میخوام از اون بپرسم، هرچند یه مقدار زمان در گذشته و شاید سوالی باشه که پرداختن بهش نیازمند زمان قابل ترجیح باشه، ولی با توجه به اینکه شما مثل از کاراتون که هویت ایرانی ارجاع کردن میدادین،
خواستم از بپرسم که در بازخوانی معماری ایران، معماری سنتی ایران برای امروز به چه اصولی رسیدیم، به چه پرینسیپ‌هایی رسیدیم که بتونیم به نسل بعد از خودمون منتقلش کنیم، یا حداقل متدی که برای یه جرمی که یه معمار جوان داره بتونه پیشنهاد بده. ببین یه چیز ارزشمندی بود، سالها فکر میکردم تو دستم و بعد احساس کردم که خیلی خطرناکه. بعد مدتی است که گذاشتم توی گنجه‌ای، بعد روشم چند تا سنگ گذاشتم که سر صداش در نیاد. به همین دلیل در این اثنا به این رسیدم که اگر من بازم به شناخت رسیدم، اگر من از خودم به عنوان یه فرد ایرانی، از خانواده‌ام به عنوان خانواده ایرانی، از جامعه‌ام به عنوان یک خانواده بزرگتر ایرانی شناخت درستری پیدا کنم، اگر خالصانه خط بکشم ایرانی خط کشیدم. یعنی انگار که ما موضوع رو اشتباه گرفتیم، انگار که همش دنبال الگوییم، اینکه حیات مرکزی رو چیکار کنیم، ناین اسکوئر رو چیکار کنیم، اینو چیکار کنیم، رواقو کجا بذارم من الان مثلا من 11 طبقه رو چجوری ایرانیش کنم، شمس العماره میشه یا نمونه های دیگه. بعد احساس کردم که خب چرا اصلا باید دنبال یه موضوعی باشیم که حتما باید مستقیم یه چیزی از اونجا برداشته باشیم آورده باشیم. اگه درست زندگی کنیم، خوش سلیقه زندگی کنیم و درست مواردمون رو کنکاش کنیم. من محرمیت چقدر برام اهمیت داره الان من دارم تو یه سری از بالکنامون استخرم میذاریم، 70-80 متر داریم حیات میبینیم براشون. خب اینو کجا بذارم در تاریخم؟ ولی کنار اون ممکنه مثلا یه سروم بکارم یا مثلا یه درخت نارنج بکارم. قطعا فرق میکنه با اون فضایی که جای دیگه دنیا داره به وجود میاد. از نظر من موضوع افتراق شکل معماری در سالهایی که پیش رومون هست هی کمتر و کمتر میشه، مرزهاش خیلی باریکتر میشه. یعنی معماری مدرنی که قرار انجام بشه در ژاپن، ایران و مصر ممکنه که بسیار نزدیک باشن به هم، حتی در اصیل ترین حالت ممکنش، اما باید تفاوتایی داشته باشن توشون. یعنی حتما صرفا من با آجر نمیتونم بگم ایرانیم. من آجر رو به عنوان متریال دارم استفاده میکنم. خب یه وقتایی باهاش مدل مختلف هم چیدم، یه وقت خیلی ساده استفاده کردم. و اگه پروسه تاریخی حداقل کارهایی که ما در دفتر انجام دادیم و مرور کنید، ممکنه که این کم رنگ تر شد یا اینکه کمتر ولی غلیظتر شده باشه. یعنی شاید بحث ظاهریش نبینیم دیگه اونا رو توش، ولی اگه من مثلا بتونم یک فضای نیم بازی تعریف کنم، چون نمیتونم بگم شکل این آپارتمان جوریه که ایرانیه یا اصلا مفهوم شهر داره یا به درد شهر ما میخوره یا نه، اگه فضای زیستی تعریف کنم که یه خانواده ایرانی 1404 توش خوشحال باشه و من 2 پله برده باشم جلو، حتما معماری ایرانی کردم. این چیزیه که در مسیر تجربی که شاید 2 سال بعد به همینم شک بکنم، باز فعلا اینجا. سوالی هست؟ من یه سوالی رو همیشه انتهای صحبتم میپرسم که یه زمانی خیلی برای خودم معنی داشت، ولی الان خودم نسبت بهش یه ذره مشکوک شدم. به خاطر همین سوال میکنم، دوست دارم نظرات بقیه رو هم بدونم. آیا شما میراثی میخواین بذارین از خودتون توی معماری ایران؟ باید یه ذره بیشتر معنیش کنید، چون ما اگر بهترین چیز و آشغال‌ترین چیز هم بسازیم میراثه. آره، ولی آگاهانه میخواین میراثی بذارین، یعنی دارین تلاش میکنین که میراثی بذارین. بذارین من اینجوری توضیح بدم، شاید شما فرصت فکر کردن داشته باشین. من یه زمانی فکر میکردم نه من متوجه سوالتون هستم، بد جایی هم نشونه گرفتین ولی
اگه در حد آمال آرزو ببینید که خب قطعا این اتفاق میفته. یعنی بار سومی که من این پروژه توانبخشی رو کشیدم، تماس گرفتم با دوستان، چون ما اونجا کارفرما نداریم، هیچکی نیست، منم و 2-3 تا از کارفرماها و هم داریم اقتصادی کار میکنیم که پول جمع کنیم، یه بخشایی هم مثل رابین هود داریم عمل میکنیم که برای این بچه‌ها بتونیم کاری بکنیم، و همینی که نه جواز داریم نه ارگانی با ما کار داره. یعنی اتفاق خیلی غریبیه، امیدوارم این طی بشه البته. ولی سوم باری که تماس گرفتم باشون گفتم که من 2 بار کشیدم، خودم توش نبودم، ولی این بار سوم یه ماه داره من اذیت میکنه، باید ادیت هایی توش بکنم. این بخش خودخواهی خودم، بخش معماریه. بخشی از بازخونی دیاگرام پروژه باعث شد که تغییرات اساسی توش رخ بده و البته نفعی باز رسید، یه نفعی رسید به پروژه و این پیش رو بردنه اونها تایید کردن که ادامه بدیم و باز تغییرات بدیم. قطعا مسئله خودخواهی تو هر پروژه هست، من نمیتونم بگم آری از اینه، و تو زندگی به خاطر اینکه در دفتر شاید اولویت مالی ما 5مه، اولویت تبلیغاتی نداریم، خیلی بزرگ کردن یک موضوع رو هیچ علاقه بهش نداریم، فقط داریم کار میکنیم و صادقانه کار میکنیم و یه وقتا احساس میکنم که بیش از حد برداشت کارفرما یا پروژه هم زمان و انرژی گذاشتیم، ولی تمامش میکنیم دیگه کار نمیکنیم باش. خوشبختانه الان در این 40 و چند پروژه‌ای که دفتر فعال داره، من تعداد کارفرماهام شاید مثلا به 15 تا نرسه، 20 تا نرسه. یعنی تونستم که این کار بکنم که 10 سال با یکی دارم کار میکنم، 20 ساله دارم با یکی، 15 ساله با یک مجموعه دارم کار میکنم. بنابراین مسئله خودخواهانه معماری موضوعش جذب پروژه های دیگه و افراد دیگه و مثلا اتفاقات دیگه نیست، یه مسیر تکاملیه که همه با هم داریم پیشش میبریم. یعنی من دوستانی داشتم که در این سالها اومدن دفتر رفتن و تأثیر گذاشتن و تأثیرشون با مثال برای من مونده یادگاری. این تأثیری که این دوست من در این پروژه گذاشته و من یاد گرفتم، اصلا پروژه رو عوض کرده، خیلی ارزشمند بوده. و یه چیز دیگه در راستای اون تشویشه بگم اینه که حالا این دیگه شکل تمرینه، یه وقتایی مثلا ممکنه من بتونم جای حسین خط بکشم یا جای دوست دیگه هم بتونم خط بکشم. این خیلی چیز عجیبیه. خب یعنی میتونم بگم اگر امروز مثلا از دوستان دفتر من این شخص بخواد راجع به این موضوع فکر کنه و بکشه، اینطوری میکشه. بنابراین مثلا اتودهایی که بچه‌ها میزنن برای من قابل تشخیصه کی کدوم کار کرد. خب اینی که انگار مثلا میری در وجود یکی چیزی یاد میگیری، میای بیرون میری یه جا و این سرگردونی ادامه داره. اما اون موضوع تاثیرگذاریه، خب برای من ایدئالم اینه که اون حالا روزهای آخر، ثانیه آخر خوشحال باشم از این اتفاق، کاری که کردم. 2-3 بار دیگه هم به دنیا بیام باز همین کارو میکنم. حالا یا آهنگر میشم یا ریاضی میخونم یا در نهایت معمار. مستقیم اگه بخوام جواب بدم بله، یعنی دوست دارم این اتفاق بیفته. اما در کنار اینکه خیلی خیلی آدم عجولی هستم از درون، از بیرون ممکنه که خیلی سر فرصت هم حرف میزنم، سر حوصله حرف میزنم، سر حوصله فکر میکنم. یعنی این یه جنگه. خیلی به بعضی چیزا اجازه نمیدم که بیان بیرون و خودخواهانه رفتار کنن.
تو این مسیره احساس میکنم خیلی زمان مونده که تا من بفهمم و کاری بکنم و مثلا منتظر پروژه هایی هم که بتونه اون تاثیرگذاری و اون موندگاری به وجود بیاد و خوشبینم بهش که ممکن در سالهای آینده این اتفاق بیفته که آدم بتونه یک تأثیری یک جایی بذاره در یک حتی اثری که این اثر مردم دوست داشته باشن، دوست نگرش دارن، حداقل حفظش کنن. میراثتون اثرگذاری از جنس معماریه. بله. فکر میکنم تا الان موفق بودیم. لطفتون. چون من هر دفعه که حداقل هستوران و مستوران رو تجربه کردم این حس رو داشتم، یعنی با حال خوب ازش اومدم بیرون. خیلی باعث افتخار بود حضور شما. خیلی ممنونم. مرسی از لطفتون. مرسی حوصله کردین. آره مرسی واقعا همگی. ممنون. خیلی ممنونم. متشکرم.